سلام دوستان، اینجا شهرک سینمایی غزالی هست. من هردی هستم، دانشجوی بین الملل در مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارس زبانان زبان فارسی میخونم. امروز من و دانشجوها و معلمها در 16 اسفند سال 1402 رفتیم شهرک سینمایی غزالی. دوستان ببخشین اگر من هر اشتباه گفتم، چون من زبان فارسی خوب بلد نیستم. واقعا هر اشتباه گفتم ببخشید. شهرک سینمایی غزال یا شهرک سینمایی تهران سال 58 تأسیس شده به همت آقای همتی، فیلمساز ایران. اولین بار فیلم اینجا ساخته. دوستان این تابلو اینجا جایهای شهرک سینمایی غزالی نشون میداد. ببین اینجا یه خیابون به اسم لاله‌زار، این بخش دوم. ببین هم اینجا یه فیلم اینجا ساخته شده است. لوکیشن ها به 3 بخش تقسیم میشه. اینجا اولین مجموعه دیکورها و بیناهای دوره قبل اسلام، دوم مجموعه دیکورها و بیناهای دوره بعد اسلام و سومین مجموعه دیکورها و بیناهای دوره معاصر. دوستان اینجا خیلی سریال اینجا ساخته شده است، مثل کاراگاه علوی، کیف انگلیس، هزار داستان، سریالی شهرزاد و چندین سریال دیگه مثل سریال امام علی و سریال های دیگه اینجا ساخته شده. ببین اینجا تهران قدیمیه، اینجا محله های و کوچه های تهران است. اینو یه دره، یه کوچه تهران قدیم است. خیلی زیباه، اینجا جای خیلی زیباه برای گردشگر ها میتونن بیان اینجا ببینن چطور فیلم میسازن، ایرانی ها چطور اینجا فیلم میسازن. میتونی ببینی چطور است. من تا حالا چیزی اینطوری ندیدم، همه چیز واقعی بود اینجا. دوستان معرفی لوکیشن ها و ویرایش. اینجا یه لوکیشن داریم به اسم لوکیشن مریم مقدس. دوران قبل اسلام شهر اورشلیم است. در سریال مریم مقدس در سال 1378 ساخته شده است. میخواستم اونجا هم فیلم برداری کنم، ولی گفتن حالا سریالی سلمان فارسی در این لوکیشن مریم مقدس می ساختن. برای اینکه نتونستم اونجا عکس برداری کنم، گفتن اینجا ممنوع حالا عکس برداری کنیم. اینجا هم یه جای دیگه جای ساختن فیلم است. هم اینجا برای سریال دیگه استفاده کردن، مثل ولایت عشق، تنها ترین سردار، آخرین دعوت
و سریالی دیگه هم این در شهر کوفه استفاده کردن. یه جای دیگه بود به اسم خیابون لاله‌زر یا لوکیشن لاله‌زر و معماری دوره معاصر در سریال هزار داستان در سال 1358 ساخته شده است. این مجموعه مورد استفاده سریال های دیگری مانند دستچشم باد، کلاه پهلوی، سرزمین مادری، جهان پهلوانی تختی، شب دهم، کیف انگلیس، معمای شاه و شهرزاد قرار گرفته است. اینجا گفتم اینجا جای چیز است، جای وقتی پهلوی است، شاه پهلوی اول و شاه پهلوی دوم است. ببین دوستان، هم اینجا مجسمه رضا شاه پهلوی اینجا هست، اینو مجسمه شاه رضا پهلوی است. هم اینجا ماشین ها اینجا وایساد برای فیلم استفاده میکنن. اگه غم بینوایی شما هم ورق و لنبیده، بریم تو گوش صاحب اون زری ناله دل سر کنین که حیدر کله پا هم خلوت نشینه این گوشه خونه شد. حیدر حیدری، حیدر حیدر حیدری، حیدر خیلی آقایی، حیدر مشکلات داریم، حیدر خبر خوش داریم، حیدر حال ناخوش داریم، حیدر. لعنت بر شیطون. آخه عروسی ننه منه یا ختنه سرونه با بزرگ شما؟ خبر نوبرونه اوستا، آب حیات، چشمه کوثر، معجون ماده زنده کن اوستا. میگه چه شق القمری شده، کعب الاخبار یا نه؟ فخرالزمان خانوم. فخرالزمان خانوم چی؟ راننده شد آقا بایرام امروز صبح فرستاده بود در خونتون و از مرضیه خانوم صداق پسر خنده اصلشو گرفته بود. با این پیغام که خانوم مایلن آخیدن رو ملاقات کنم. نوکرتم نوکرتم کیا کس بی کس. حاج خانوم پادرش ناجو درست کرده بود، اینه که خبر بخچه کرد گذاشت کف دست ما بیانیم خدمت شما. دوستان اینو سریالی عشقانه مذهبی شب دهم بود، کارگردان حسن فتحی سال 1380 ساخته شده و دوستان اینو عکس بنده خیابون منیریه بهارستان و خیابون انقلاب. دادگاه افراشی در تهران، ایران آزاد، ایران آزاد. آقا بدم، آقا نمیدن آزاد. فقط من گیر میاری یا این مال خودم بفروشم مردم. ادیبان، آیا ادیبان شما این؟ آقا خیلی خوب داره میفروشه، داره به مردم میرسه. بابا خیلی خوبه. چقدر گیر شما میام؟ 5. خب بیا دفتر از خودمون بگیر. آقا نوکرتم چش. 10 تایی هم بهت میدیم. قربون تو من آقا. بچه کجایی؟ مشهد آمرزا. امیر. بیا امیر خانم بیا پیش خودمون. آقا نوکرتم اومدم. آقا بدم. دوستان اینجا مجموعه دیکورها و بیناهای دوره قبل اسلام است. اومدین خیابون انقلاب، اینجا مثل خیابون انقلاب است. ببین همی ساختمان ها، همی مغازه ها مثل خیابون انقلاب است و روبروی این ساختمان ها دانشگاه تهران هست. حالا ببینین دیوار ساختمان تهران چطوری است.
دوستان اینجا خیابون انقلاب است. مثل خیابون انقلاب قدیم. حالا ببینی اینجا دیوار دانشگاه تهران است. دوستان ببین این عکس واقعیه که حالا میاد و اینجا دیوار دانشگاه هیچ فرقی نیست، مثل واقعی است. دوستان اینجا یه جای دیگه است که داشتن فیلم میسازن، یه قسمت های از پشت صحنه سریالی تاریخی تیلما بود. همی بازیگرها اینجا بودن، خیلی خسته بودن. ببین ما با ایشون عکس میگیریم، همی لباس های قدیمی پوشیدن. ببین مثل قدیمیه. اگر وقتی اومدیم اینجا یعنی حس کردم من خیلی زبان در قدیمی هستم، چون همه چیز قدیمی بود. خیلی خیلی زیبا است. ببین این خانم یه بازیگر است در سریال تیلما. این بچه سریال تاریخی تیلما است. ما با ایشون هم عکس گرفتیم و با این بازیگرها عکس گرفتیم. دوستان اینجا یه جای دیگه که سریالی شهرزاد اینجا ساخته شده. ببین خیلی جای زیباست، خیلی قشنگه و این فیلم کوچولو یه پخش سریالی شهرزاد است که اینجا ساخته شده. دوستان اینجا خیابون لاله‌زار است و خیلی ممنونم تا حالا با من همراه بودن و ممنونم خیلی ممنون مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. امروز خیلی زحمت کشیدن استادها و دانشجوها و اینجا آخر این فیلم برداری بود. تا فیلم برداری دیگه خداتان لگل. شاد بن.